سالی از عمر ما گذشت، مثل دیگر سالها روزهای خوب و ناخوب داشت. شادی و غم داشت، گریه و خنده، اشک و آه و شیون، سرور و فرح و نشاط داشت. خیلی ها را شناختیم. از چند دلمان سرد شد، با چند دیگر پیوستیم. با هر دلایل زندگی کردیم. آره، زندگی کردیم. اما چه زندگیه؟ مگر در خود کاهیدن و غصه خوردن و اشک ریختن و در کنج خزیده زیستن زندگی بود؟ نه. عمر کوتاه پروانه همگی 20 روز است. گردی زبانه های آتش با شوق و شور به انجام می رسد. همگی 20 روز پروانه عاشقانه زندگی می کند. عاشقانه دور آتش تنسوز می رقصد و عاشقانه می میرد. مرام و مراد من این است که در این عمر شتابان عاشقانه زندگی کردن را از معلم زندگی یاد بگیرید. میدانم گاه دشوار است، سخت است برداشتن بار گران زندگی، اما در جاده های زندگی جای ایستگاه بسازید، دم بگیرید. واقعا رفتن و افسردن و کاهیدن بی‌وقفه ما را خسته می کند. من می خواهم که شما خسته نباشید. مملو از انرژی در سال نو، حضور ناب عشق را در زندگیتان کشف کنید. کشاف عشق و دلبستگی ها باشید. صاحب دلهای پاک و زیبا باشید. این همه مدت من برای شما ذخیره های هنریم را صرف کردم. شعر گفتم، بیت آفریدم، برنامه نشر کردم، قصه گفتم. میدونید همش فقط و فقط به خاطر شما و برای شما بود. در این شبکه جایگاه بالا، بلند و اساسی را شما دارید. شما مخلصان عزیز من، برادرها و خواهرهای عزیز من، رفیقان نازنین من، با محبت پاکیزه خود جایزه رفاقت را به دست من دادید. من از شما عمری که دارم ممنونم. تناب زندگی من هم به هر نوع با زندگی شما تا اندازه گره خورده است. من هم همیشه کوشش کردم که برای شما یک خدمت که بکنم، حرفه که بزنم که لایق شنیدن باشد، کاری بکنم که به دلهای شما یک ذره شادی بیارد. باور کنید پشت پرده برنامه سازی زندگی من هم گاه دچار ناکامی ها و تلخی ها و درگیری های مختلف است، اما من دائم با لبخند به شما سلام و سپاس گفتم و میگویم. گاه زندگی من هیچ عامل و بهانه و سببی برای خندیدن نداشت، اما باز هم خندیدم و سلام و سپاس گفتم. از قعر دشواری ها، از اعماق غصه ها گاه با خنده سلام و سپاس گفتم. اگر نگفتم که حالم بد است یا غمی دارم، این هم به خاطر فقط شما بود که نمیخواستم از ناسازگاری های روزگار من کمی آزرده بشوید. اصلا ما هممون همیشه همین گونه ایم، بغض، غم، غصه داریم، ولی اگر بپرسند که چطوری خوبی، حتما میگویم شکر، خوبم. و این دروغ است، دروغ شیرین. اما ببینید اندیشه خوب بودن، فکر به خوبی رسیدن و خوب شدن، این خودش بدون اغراق الکی خوب است. آرزومندم که حس رسیدن تا خوبی ها را هیچ وقت از دست ندهید. حتی از ورطه ناکامی ها زندگی بکنید، خودتان زندگی بکنید. تماشابین زندگی دیگران نشوید و در غیبت کسی عیب و خطاهایش را به چالش نکشید، زیرا در این حالت شما تنها یک تماشابین زندگانی کسی دیگری می شوید و تمام. تا به خود می آید و می خواهید که برای خود زندگی بکنید، زندگی الکی به آخر رسیده است. تماشابین برنامه های جالب باشید. تماشابین یک باغ شکوفه، یک دنیا ابر و ماه و ستاره و آفتاب باشید. تماشابین کنسرت دریا، ارکستر پرنده های نغمه سرا باشید. تماشابین زیبایی های دنیا باشید. عزیزان من،
سال نو مبارک.